تعصبات قومی در برخی از نهادهای آموزشی افزایش یافته. شما به منظور حل مشکل چه طرح مشخص دارین؟ چند طرح است. یک، باید زبان تدریس در هر سه زبان اصلی ما فراهم شد. یعنی امروز شرایط فعلی زبانی ما محصول مهاجرت ماست. میلیون ها پشتو زبان در پاکستان با بلوغ رسیدن که بار اول در ایران نمیفهمند مگر با اردو و انگلیسی و یا زبان های دیگر دسترسی دارند. در عین حال میلیون ها افغان در ایران با بلوغ رسیدن که پشتو نشنیدن. این یک مسئله است که نتیجه شرایط تلخ مهاجرت است. من میخوایم تمام درس‌های پوانتون‌ها به هر سه زبان ما در این پشتو ازبکی فراهم شه. این سرمایه‌گذاری بسیار زیاد نداره، تنها عقل میخواد. دوم، شرایط شفافیت در کنکور باید تامین شود. سوم، باید ما لیلی‌ها را به صورت اساسی سرمایه‌گذاری کنیم تا روابط رفاقت بین هموطنان ما که از ولایت‌های مختلف هستند قائم شود. چهارم، سپورت یک وسیله عمده است. پنجم، راههایی که سیستم درسی ما بر افغانستان شناسی اتکا کنه و بر اسلام شناسی تا ما بتانیم خود به صورت اساسی درک کنیم. و پنجم، ایجاد ظرفیت تکنیکی است تا هر فردی که از یک پوانتون ما فارغ میشه دارای سه کفایت باشه: هویت واضح اسلامی داشته باشه، وحدت ملی را تمثیل کنه و کفایت تکنیکی داشته باشه تا در بازار نان پیدا کرده. با این سه اصل ما تعصب دور کرده میده. افغانستان داد کرد هر افغان، هر تنی مسلمان قانونی دی قرآن. وارو یو افغانستان داد کرد هر افغان، هر تنی مسلمان قانونی دی قرآن.